بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما متعلمین گرامی. امیدوارم که هر جا هستین خوش و سلامت باشین. امروز ما خواهیم که باز در ادامه فصل نهم با عنوان فلزات یک نکاتی را در رابطه با کاربردها و ویژگی‌های عناصر گروپ 2 و گروپ 3 برای شما توضیح بدم. خب دوستان، عناصر گروپ دوم یک سری ویژگی ها داره. اولی که شما در این تصویر عناصر گروپ 2 را مشاهده میکنین. این عناصر شامل چیا میشه؟ شامل بریلیوم، مگنزیم، کلسیم، استرانسیم، باریم و رادیم میشه. عناصر گروپ 2 اول که همگی فلز هستن. دیگه چی؟ فعال هستن. دوستان، عناصر گروپ 2 فلزات فعالی هستن، ولی در لحاظ میزان فعالیت در قدرت عناصر گروپ اول نمیرسه. یعنی که به لحاظ میزان فعال بودن در درجه اول گروپ 1 بسیار فعال هسته و بعد از گروپ دوم فعال هسته. همه عناصر گروپ دوم در قشر ولانس خود 2 الکترون داره. یعنی که اینها در تعاملات کیمیایی میل داره که همین 2 الکترون قشر ولانس خود از دست بده و با از دست دادن 2 الکترون و باختن 2 الکترون در آیون های با 2 چارج مثبت تبدیل میشن. دیگه چی؟ اینها انرژی آیونایزیشن کمی داره، در این معنا که به راحتی به آیون تبدیل میشه و از طریق باختن 2 الکترون در ساختمان الکترونی کاتیون پریود قبل خود میرسن. نکته بعدیه که از تعامل اینها با آب یا هایدریشن اینها چی تولید میشه؟ القلی و گاز هیدروژن تولید میشه. یک مثال، اگر فلز کلسیم با آب تعامل بیته، در اثر این تعامل کلسیم هیدروکساید که القلی هسته جمع گاز هیدروژن برای شما تولید میشه. اگر به جای کلسیم مگنزیم می بود، باز هم همین تعامل بود، میشد مگنزیم جمع آب، مگنزیم هیدروکساید جمع گاز هیدروژن. مشهورترین سنگ معدنی بریلیوم بریل. دوستان، بریل بلورهایی داره که میتونه تا چندین تن کتله داشته باشه. یکی از بلورهای بریل سنگ زمرد هسته که رنگ سبز زیبای زمرد به خاطر وجود آیونهای کروم 3 هسته یا کروم 3 چارج مثبته که باعث میشه زمرد در رنگ سبز نمایان شوه. نکته بعدیه که مگنزیم که در گروپ 2 تعلق داره در 2 ماده یافت میشه. ماده اول دولومیت. دولومیت یک سنگ معدنی دریایی با فرمول کیمیایی کلسیم کاربونیت مگنزیم کاربونیت هسته. این هم شکل دولومیت هسته. دوستان، من شما خواهش میکنم که حتما فرمول کیمیایی دولومیت در خاطر بسپارین که در تست های کنکور از همین مورد سوال شده. و ماده بعدی کارنالیت. دوستان، کارنالیت کلراید مضاعف با پتاسیم هسته و این هم عکس کارنالیت. فرمول کیمیایی کارنالیت که از همین هم در تست های کنکور سوال مطرح شده ای هسته پتاسیم کلراید، مگنزیم کلراید آبدار، اینها همراه با آب هسته. از کلسیم بگوییم. دوستان، کلسیم در مواد مختلف ممکنه یافت شود. یکی از این مواد گچه که شما حتما گچ در اطراف خود زیاد دیدین. یکی در گچ یافت میشه و ماده بعدیه که در کربونیت های مثل سنگ مرمر و لیمستون هم یافت میشه. پس اینها در واقع موادی هسته که حاوی عنصر کلسیم هسته. خب از رادیم بگوییم. دوستان، رادیم یک عنصر رادیواکتیو هسته. در این معنی که عنصر کم کم با باختن کتله خود از بین موره و تبدیل در انرژی میشه. نیمه عمر رادیم 1622 سال هسته و این عنصر در سنگ‌های معدنی اورانیم پیچبلند که شما عکس او را در اینجا مشاهده میکنین در این ماده یافت میشه. و نکته بعدی هست که دوستان، در بین عناصر گروپ دوم بریلیوم و مگنزیم در حالت عنصری قابل نگهداری هسته. یعنی که میتونیم اینها را در شکل آزاد نگهداری کنیم، ولی مابقی عناصر گروه 2 را ما نمیتونیم در شکل آزاد نگهداری کنیم.
چرا؟ چون از این خاطر که در یک گروه از بالا در سمت پایین میزان تعامل و فعالیت عناصر زیادتر میشه و اینها به شدت با هوا و آب تعامل میده. از این خاطر هست که اینها اگر در حالت در واقع در هوای آزاد قرار بگیره با اکسیژن هوا مرکب میشه و اکساید میشه و لازمه که اینها را در زیر نفت نگهداری کنیم. از بریلیوم بگویم. دوستان بریلیوم ماده‌ای هست که در دو جای از این استفاده میشه. یک استفاده از او که در ساخت راکت و سفینه‌های فضایی از او استفاده میشه و دیگه ای که از هسته از او در تعاملات رادیواکتیو هسته‌ای استفاده میشه. شما این دو مورد به خاطر تست‌های کانکوری در خاطر بسپارین. خب مگنیزیم فلزی هست که به مانند نقره سفیده. دوستان درسته که مگنیزیم را میتونیم در حالت آزاد نگهداری کنیم، ولی بیشتر فلزات در تعامل با اکسیژن هوا اکساید میشه و رنگ اینها تیره میشه. مگنیزیم از این قاعده مستثنا نیست. و دیگه ای که مگنیزیم به خاطر کثافت کم خو در طیاره سازی از او استفاده میشه. یا مثلا آلومینیوم هم یک فلزی هست که در عین استحکام و سبکی در ساخت طیاره از او هم استفاده میشه. از کلسیم بگویم. دوستان کلسیم در گروپ دوم و پریود چهارم حضور داره. کلسیم به مقدار 3 الی 4% در قشر زمین و پوسته زمین یافت میشه و کلسیم به شکل کربونیت در موادی نظیر سنگچونه، همون کلسیم کربونیت، همون سنگ آهک منظور ما هستم، در کلسایت، در تباشیر، در سنگ مرمر، در دولومایت و در جیپسوم هم یافت میشه. دوستان کلسیم با آب سرد تعامل میده، ولی سرعت این تعامل کم هسته. درسته که ما گفتیم عناصر گروپ دوم فعال هسته، اما زمانی که کلسیم با آب سرد تعامل میده این تعامل بطیء و آهسته انجام میشه. در اثر این تعامل یا در اثر تعامل فلزات گروپ اول و دوم با آب حتما برای شما القلی و گاز هیدروژن تولید میشه. و دیگه ای که کلسیم میتونه که با نافلزی مثل گاز کلورین تعامل بده و در اثر این تعامل برای شما یک مرکب جامد آیونی کلسیم کلراید ایجاد کنه. کلسیم با تیزاب ها هم تعامل میده. در اثر تعامل کلسیم با یک تیزاب مثل هیدروکلوریک اسید اینجا جای هیدروژن و جای کلسیم با هم دیگه عوض میشه و این هیدروژن در شکل گاز هیدروژن آزاد میشه، در حالی که در اثر مرکب شدن کلسیم و کلراید برای شما نمک کلسیم کلراید حاصل میشه. از طرفی کلسیم میتونه با سلفوریک اسید تعامل بده. باز هم در اینجا هیدروژن جای خود با کلسیم عوض میکنه، هیدروژن در شکل گاز هیدروژن آزاد میشه و کلسیم با سلفیت تعامل میده، برای شما کلسیم سلفیت یا پلستر سوخته یا پلستر مرده ایجاد میکنه. خب دوستان برای که ما کلسیم را استحصال کنیم برای ما چند روش وجود داره. یک روش از او الکترولیز مذابه کلسیم کلراید مخلوط با کلسیم فلوراید هسته. در این روش دوستان ما کلسیم کلراید که یک نوع نمک هسته، این را خوب حرارت میدیم تا زمانی که ذوب شود. وقتی این را ذوب کردیم این را در یک دستگاه الکترولیز این را قرار میدیم و در اثر اتصال این میله های کتود و انود در برق آیون های کلسیم و آیون های کلورین در سمت چارج برقی مخالف خود حرکت میکنه، به طوری که آیون های کلسیم در سمت میله کتود و آیون های کلورین یا کلوراید در سمت میله انود حرکت میکنه. از این خاطر این مایع خالص هسته و اینجا مولکول ها یا آیون های دیگری حضور نداره. کلسیم هیچ رقیبی برای گرفتن الکترون در میله کتود نداره و کلسیم میتونه از طریق جذب الکترون از طریق میله کتود ارجاع شوه و تبدیل در فلز کلسیم شوه و از طرف آیون های کلوراید هم از طریق باختن الکترون در گاز کلورین مبدل میشه و از میله انود خارج میشه. پس بنابراین آیون های کلسیم در سمت میله کتود حرکت میکنه، و از طریق دریافت الکترون ارجاع میشه فلز کلسیم و از طرف آیون های کلوراید در سمت میله انود حرکت میکنه و از طریق باختن الکترون تبدیل در چی میشه؟
میشه گاز کلورین. روش بعدی استحصال کلسیم دوستان، ارجاع کلسیم به وسیله آلومینیوم هسته. ما در این روش دیگه نیازی در دستگاه الکترولیز نداریم و میتونیم از طریق تعامل کلسیم اکساید با فلز خالص آلومینیوم میتونیم کلسیم را ارجاع کنیم. در این تعامل آلومینیوم الکترون در کلسیم باخت میده و کلسیم از طریق دریافت الکترون از آلومینیوم ارجاع میشه و در فلز کلسیم تبدیل میشه و در نتیجه برای ما این ماده خالص تولید میکنه. خب مرکبات کلسیم میخوایم بگوییم که چی هستن. کلسیم کربونیت یا سنگچونه زمانی که حرارت میبینه دوستان، این سنگچونه زمانی که ما سنگچونه را در 900 درجه سانتیگراد این را حرارت میدیم، در اثر این حرارت برای شما چونه زنده یا کلسیم اکساید تولید میشه، جمع مقدار گاز کربن دای اکساید. پس دوستان از حرارت دادن کربونیت ها برای شما اکساید و فلز تولید میشه. در اثر حرارت کلسیم کربونیت برای شما کلسیم اکساید تولید میشه. در اثر حرارت سدیم کربونیت برای شما سدیم اکساید تولید میشه. پس وقتی شما کربونیت یک ماده را حرارت میدید برای شما اکساید و فلز تولید میکنه. خب موارد استعمال چونه زنده یا همون کلسیم اکساید. مورد اول دوستان برای نرم کردن آب سخته. آب سخت چیه؟ آب سخت آبی هست که در زمانهای قدیم، زمانی که در واقع موادی مثل عدس، ناخود و لوبیا را در داخل بعضی آبها هر چقدر که موجوشندن اینا شختر میشد، نرمتر نمیشد. در این آب سخت گفته میشه، یعنی آبی که در او موادی مثل ناخود، لوبیا، عدس نرم نمیشه، سخت‌تر میشه. و علت سختی اینها به خاطر وجود دو ماده معدنی مثل مگنزیم و کلسیم هسته. زمانی که میزان مگنزیم و کلسیم در آب بسیار زیاد میشه، این آب دیگه آب سخت میشه و ما میتونیم از کلسیم اکساید برای نرم کردن آب سخت استفاده کنیم. کاربرد بعدیش برای ساخت پودر بلیچینگ هسته. کاربرد بعدیش برای سفید نمودن شیره بوره. کاربرد بعدی به حیث آب جذبان در گازها و الکل‌ها و آخرین کاربرد در تولید سمنت و شیشه و کلسیم کلراید که در واقع از قسمت آخر در تست‌های کنکوری سوال شده. خب دوستان اگر ما چونه، آب و ریگ با هم گد کنیم، مخلوط کنیم، در اثر این مخلوط کردن برای شما چونه سخت ایجاد میشه. از طرفی اگر شما کلسیم را با آب تعامل بدین، در اثر این تعامل باز هم بگوییم برای شما القلی ها را تولید میکنه. حالا دوستان چونه مرده که شما عکسش در اینجا میبینید یا همون کلسیم هیدروکساید در اثر چی تولید میشه؟ در اثر تعامل فلز کلسیم و آب ایجاد میشه. خب کلسیم سلفیت دای هیدریت این نام کیمیاوی گچ هسته. کلسیم سلفیت دای هیدریت این نام چی هسته؟ گچه که شما عکسش در اینجا مشاهده میکنین. خب دوستان کلسیم سلفیت بدون آب یعنی همین کلسیم سلفیت در این پلستر سوخته یا پلستر مرده میگویه که از همین در تست‌های کنکوری سوال طرح شده. دیگه چیه؟ گفته میشه ترکیب پلستر پاریس با آب در گچ تبدیل میشه و اگه شما در این مخلوط مقدار نمکم گد کنید باعث میشه که این زودتر سفت شه و زودتر سخت شه و اگه در همین مرکب شما بورکس علاوه کنین این دیرتر شخم میشه و دیرتر سخت میشه. و نکته بعدی هست که پلستر پاریس برای قالب بندی در شکستگی استخوان‌ها و یا برای ساخت چی استفاده میشه؟ برای ساخت دندان و قالب بندی و ساخت دندان از این ماده استفاده میشه. دوستان فرمول پلستر پاریس حتما در خاطر بسپارید که از همین در تست های کنکوری سوال مطرح شده. پس فرمول کیمیایی پلستر پاریس چیه؟ 2 کلسیم سلفیت آبدار. دقت کنید که این 2 مال کلسیم سلفیته، اینجا آب دیگه 2 نداره. خب دوستان عناصر گروه سوم میخوایم معرفی کنیم. گروه سوم از برون شروع میشه تا عنصری که شما در قسمت پایین مشاهده میکنین. در بین عناصر گروه سوم دوستان
نکات مشترکی که بین همه وجود داره، یکی این هسته که تمام اینها در قشر ولانس خود 3 الکترون داره و اینها در تعاملات کیمیایی میل داره که از طریق باختن همین 3 الکترون در آیون‌های با 3 چارج مثبت مبدل شود و اینها در ساختمان الکترونی گاز نجیبه پریود قبل خود نائل شود. دیگه چی؟ برون اولین عضو این گروه هسته که برون بیشتر خواص نافلزی و غیر فلزی داره و از طرفی اکساید و هیدروکساید برون خاصیت تیزابی داره و از طریق مرکب شدن با هیدروژن مرکبات مختلف میسازه. المونیم ماده‌ای هست که مقام سوم در فراوانی در قشر زمین داره. بعد از اکسیژن و سیلیکون المونیم فراوانترین عنصر هست. المونیم یک ماده آمفوتریکه، به این معنا که تیزاب قوی یا القلی‌های قوی را تا حد امکان خنثی میکنه. المونیم در تعامل با تیزاب‌های قوی نقش القلی ضعیف ایفا میکنه و در تعامل با القلی‌های قوی نقش تیزاب ایفا میکنه و تا حد امکان اینها را خنثی میکنه. در این تعامل نگاه کنید. 2 المونیم جمع 6 مول هیدرونیوم که یک تیزاب قوی هسته، زمانی که با این تعامل میته، در اثر این تعامل برای شما آب تولید کرده. این نشان میده که المونیم در تعامل با این تیزاب قوی نقش القلی را ایفا کرده و تا حدی خواص القلی‌های قوی یا تیزاب‌های قوی را خنثی میکنه. منبع مهم پیدایش المونیم سنگ بوکسیت و سنگ بوکسایت هستند که شما حالا شکل سنگ بوکسیت در این عکس مشاهده میکنید. فقط من شما خواهش دارم که حتما فرمول کیمیایی بوکسایت که هست آلومینای 2 آبه را در خاطر بسپارید. Al2O3 2 آبه. دوستان Al2O3 2 آبه را ما آلومینا میگوییم. Al2O3 را چی میگوییم؟ آلومینا. خب آلومینیم فلزی هست سبک، مقاوم، هادی خوب برق. آلومینیم در صنعت استفاده های فراوان داره. به عنوان مثال از آلومینیم در طیاره سازی استفاده میشه چون در عین استحکام سبک هسته و کثافت کم داره. از طرف آلومینیم در تعاملات کیمیایی باعث ارجاع فلزهای دیگه هم میشه. شما در چند صفحه جلوتر دیدید که آلومینیم باعث ارجاع کلسیم شد و برای شما کلسیم خالص ایجاد کرد. از طرف آلومینیم میتونه که حتی آهن را هم ارجاع کنه. آلومینیم از طریق باختن الکترون در آهن باعث ارجاع آهن میشه و برای شما آهن مذابه تولید میکنه که ما در این تعامل ترمیت میگوییم و از این آهن مذابه‌ای که در اینجا تولید میشه در ولدینگ کاری از این استفاده میکنیم. خب آلومینیم سلفید چیه؟ از تعامل آلومینا یا Al2O3 با سلفوریک اسید آلومینیم سلفید ایجاد میشه. حالا کاربردهای آلومینیم سلفید چی هستن؟ دوستان از آلومینیم سلفید در صنعت کاغذسازی برای لخته کردن الیاف سلولوز و تبدیل او در ورقه‌های سخت در کار میره. اگر بخوایم که بعضی از کاربردهای آلومینیم را برای شما ذکر کنیم یا موادی که حاوی آلومینیم باشه، یکی در صنعت غذاسازی، داروسازی، اینجا هم که شما عکس قرص و دارو میبینید، در صنعت کاغذسازی، در تعاملات با آب، در صنعت رنگکاری و غیره از این ماده استفاده میشه. آلومینیم کلراید یک جامد آیونی هستند و یکی از کاتالیست های مهم در شمار میره. همین نکته در تست های کنکوری مطرح شده. پس اگر بخوایم یک کاتالیست مهم نام ببریم دوستان چی رو معرفی میکنیم؟ آلومینیم کلراید معرفی میکنیم. حالا همین آلومینیم کلراید در 2 روش میتونه که حاصل شود. روش اول از طریق تعامل مستقیم فلز خالص آلومینیم با گاز کلورین هسته که برای شما آلومینیم کلراید ایجاد میکنه و اما روش بعدی این هسته که ما آلومینا را با کربن و گاز کلورین تعامل میدیم و در اثر تعامل اینها برای شما آلومینیم کلراید حاصل میکنه. خب بریم سراغ استحصال آلومینیم. دوستان آلومینیم در عین فراوانی در حالت خالص و عنصری در طبیعت یافت نمیشه.
المونیم در تعاملات کیمیایی با باختن 3 الکترون اکسیدیشن میشه و ما برای اینکه بتونیم او را در فلز خالص المونیم تبدیل کنیم لازم هست که او 3 الکترون باخته شده را در او برگردانیم تا بتونیم او را در فلز المونیم تبدیل بکنیم. دوستان المونیم فلزی هست که با ای که پتانسیل الکترودی کمی داره، یعنی میل در باختن الکترون داره، ولی این فلز خیلی اکساید نمیشه و مثل آهن در اثر زنگ خوردگی از بین نمیره. دوستان شما حتما در خانه خود ظروف یا در واقع دیگ‌هایی دارید که از جنس المونیم هستند. این دیگ‌ها در مقابل زنگ زدگی مقاوم هستند. چرا مقاوم هستند؟ از این خاطر که فلز المونیم او لایه بالاییشه یا سطح بالاییشه زمانی که در تماس با هوا اکساید میشه محکمتر میشه، فشرده تر میشه و همین لایه محکم و فشرده مانع از مرکب شدن اکسیژن با در واقع لایه های زیرین المونیم میشه. پس در واقع اون لایه بالایی مثل یک محافظ و پوشی عمل میکنه که اجازه نمیده لایه های پایین از او با هوا مرکب بشه و او بیشتر زنگ بزنه. از این خاطر هست که المونیم به عنوان در واقع کاسه و دیگ و اینها در خانه ها بسیار استفاده میشه. دوستان ما نمیتونیم که از الکترولیز محلول آبی المونیم فلز المونیم استخراج کنیم. در همون علتی که ما گفتیم چرا نمیتونیم از محلول های آبی که حاوی نمک طعام باشه سدیم استخراج کنیم. چرا؟ به خاطر که در اون تعاملات سدیم در مقایسه با مولکول های آب نمیتونست که الکترون از کاتود جذب کنه. در اینجا هم المونیم در جنگ و رقابت با مولکول آب بازنده هستند. در این معنی که آب پتانسیل الکترودی بالاتری داره و میل آب برای جذب الکترون از میله کاتود از آیون المونیم بالاتره و چون المونیم نمیتونه که الکترون دریافت کنه و ارجاع شوه پس این روش نمیتونه ما را در فلز المونیم برسانه. خب دوستان در صنعت المونیم را از بوکسیت که مهمترین سنگ معدنی المونیم هسته استخراج میکنن، اما اسم روش پروسه حاله. شما نگاه کنید این بوکسیته، این بوکسیت یا آلومینای ناخالص هسته. حالا میخوایم بگوییم که پروسه حال چی هسته. قبل از او بگوییم که کلا برای استخراج المونیم چه راههایی وجود داره. روش اولی هسته که ما یک محلول آبی حاوی آیون‌های المونیم را در عملیه الکترولیز قرار بدیم. در این عملیه المونیم در مولکول آب باخت میده و این کار انجام شدنی نیست، ما را در فلز المونیم نمیرسانه. روش بعدی هست که ما الومینا را اوقات حرارت بدیم تا این ذوب شوه، این مذابه شوه و مذابه از او را در دستگاه الکترولیز قرار بدیم. ولی یک عیبی وجود داره. عیبش این هست که ما برای که این الومینا را مذابه کنیم در حرارت معادل 2045 درجه سانتیگراد ما حرارت میخوایم و این برای ما صرف اقتصادی نداره، هزینه ها را بسیار بالا میبره. روش بعدی که روش موفقی هسته ایه که ما بیاییم الومینا را با کوریولیت یا NaClF6 این را مخلوط کنیم و این ماده کمک میکنه که الومینا در حرارت‌های پایین‌تر ذوب شوه و این برای ما صرف اقتصادی داره. از طرفی کوریولیت ماده‌ای هست که باعث میشه الومینا در درجه حرارت‌های کمتر ذوب شوه و از طرف سدیمی که در این ماده وجود داره در رقابت‌های کاتودی در الومینیوم باخت میده. یعنی چی؟ یعنی الومینیوم هست که ارجاع میشه و از طریق گرفتن الکترون از میله کاتود در فلز المونیم مبدل میشه. پس این روش یک روش موفق هست. خب دوستان پروسه حال چیه؟ تا قبل از اینکه یک کیمیادان 23 ساله آمریکایی به نام چارلز مارتین هال بتونه که المونیم را استخراج کنه، المونیم فلزی بسیار گرانبها و نایاب بود. اما آقای هال از طریق یک پروسه تونست که المونیم خالص استخراج کنه و با این کار تونست که قیمت المونیم را در بازار کمتر کنه. حالا پروسه حال چی هستن؟ دوستان برای انجام پروسه حال مهمترین نکته‌ای که هست اینه که ما از کوریولیت یا NaClF6 به عنوان الکترولیت استفاده میکنیم و این ماده کمک میکنه که حرارت ذوب آلومینیوم اکساید یا Al2O3 کمتر شود. حالا زمانی که ما این محلول مذابه را در داخل این ظرف قرار دادیم، میله های انود که شما در شکل مشاهده میکنید از جنس گرافیته و در واقع میله های کاتود هم اینها از جنس گرافیت هستند.
زمانی که ما این را در برق وصل میکنیم، آیون های آلومینیوم در سمت کاتود حرکت میکنه و از طریق دریافت 3 الکترون ارجاع میشه و در فلز آلومینیوم تبدیل میشه. فلز آلومینیوم به خاطر کثافت زیاد در ته این محلول تهنشین میشه و از او پایین ایره خارج میکنن و از طرف گاز اکسیژنی که در ترکیب با آلومینا بود در شکل گاز اکسیژن از این ظرف خارج میشه. ولی از این خاطر که جنس این میله ها از جنس گرافیت هسته و حرارت بسیار بالا هسته، اکسیژن با کربن گرافیت مرکب میشه و تبدیل به گاز کربن دای اکساید میشه و در این طریق برای شما آلومینیوم خالص ایجاد میکنه. خب چند سوال کنکوری با هم دیگه حل کنیم. نام سنگ معدنی کلسیم کربونیت، مگنیزیم کربونیت چی هسته؟ گزینه اول لیمستون، گزینه دوم کوریولیت، گزینه سوم بریل، گزینه 4 دولومیت. دوستان کدام گزینه درست میشه؟ شاباز، گزینه 4 درسته. این سنگ دولومیت هسته. سوال بعدی، کدام هلاید آلومینیوم به حیث کاتالیست استفاده میشه؟ گزینه 1 AlCl3، گزینه 2 NaPi، گزینه 3 NaAlO2 و گزینه 3 Al2I3. دوستان کدام گزینه درسته؟ آفرین، گزینه 1 میشه AlCl3 آلومینیوم کلراید. سوال بعدی گفته استخراج فلزات از سنگ‌های معدنی آنها مربوط به کدام یک از تعاملات ذیل؟ گزینه اول جمعی، گزینه 2 اکسیدیشنی، گزینه 3 تعویضی، گزینه 4 ارجاعی. دوستان ما گفتیم که سنگ‌های معدنی باید ارجاع شود، در این معنا که در اینها الکترون داده شود تا اینها در شکل خالص خود تبدیل شود. سوال بعدی، محصول تعامل 2 آلومینیوم جمع Fe2O3 یا هماتیت چی میشه؟ گزینه 1 گفته Al2O2 جمع 2 Fe، گزینه 2 Al2O3 جمع Fe، گزینه 3 Al2O4 جمع 2 Fe و گزینه 4 Al2O3 جمع 2 Fe میشه. دوستان برای که ما این تعامل بررسی کنیم لازمه که هم بالانس بودن او را بررسی کنیم و هم محصولات بررسی کنیم. ما گفتیم که آلومینیوم باعث ارجاع فلزهای دیگه میشه و گفتیم میتونه آهن ارجاع کنه، آهن خالص کنه. دوستان آلومینیوم با باختن الکترون در آهن را ارجاع میکنه، آهن خالص میشه، ولی خود از او در تعامل با اکسیژن در آلومینا یا Al2O3 مبدل میشه. پس اگه شما نگاه کنید هم گزینه 4 درست میتونه باشه و هم گزینه 2 میتونه درست باشه، ولی به لحاظ بالانس بودن گزینه 4 درست‌تر هسته. پس پاسخ میشه گزینه 4. سوال بعدی گفته چونه در تولید کدام مواد ذیل استعمال میشه؟ گزینه 1 پلاستیک، گزینه 2 کلسیم کلراید، گزینه 3 فایبر، گزینه 4 سودا. کدام گزینه میشه؟ بله، چونه چی هسته؟ کلسیم اکساید. پس حتما در کلسیم اکساید میتونه استعمال شود. چونه زنده در کدام موارد ذیل استعمال میشه؟ گزینه 1 برای نرم کردن آب سخت، گزینه 2 برای ساخت پودر بلیچنگ، گزینه 3 به حیث آب جذبان در گاز و الکل، گزینه 4 گفته همه درسته. کدام میشه؟ بله، گزینه 4 کلگی درست است. سوال بعد گفته نام مرکب کیمیایی COCl2 6 آب عبارت است از کوبالت 3 کلراید آبدار، کوبالت کلوریت آبدار، کلوروکوبالامین و گزینه 4 کوبالت 2 کلراید آبدار. دوستان کوبالت از جمله فلزهای انتقالی هست که دارای ولانس‌های متغیره و از این خاطر که شما در زیر کلورین نمبر 2 میبینین، این نشان میده که قبلا چارج کوبالت 2 چارج مثبت بوده. پس بنابراین میشه کوبالت 2 کلراید آبدار. سوال بعدی گفته نام سنگ معدنی پتاسیم کلراید، مگنیزیم کلراید آبدار چی هستند؟ گزینه 1 کوریالایت، گزینه 2 پیریت، گزینه 3 کارنالیت، گزینه 4 هماتیت میشه که کدام گزینه درسته؟ خیلی خوبه، گزینه 3 میشه کارنالیت درسته. سوال بعدی فرمول کیمیایی پلاستر سوخته چی هسته؟ دوستان ما قبلا گفتیم پلاستر سوخته کلسیم سلفیت بدون آب.
گزینه اول کلسیم سلفیت 2 آبه. گزینه 2 کلسیم سلفیت بدون آبه. گزینه 3 کلسیم کربونیت یا همون سنگچونه میشه. گزینه 4 گفته کلسیم ClO2 که هم که حتما نمیشه، پس میشه گزینه 2. سوال بعدی گفته فرمول کیمیایی پلاستر پاریس چی میشه؟ گزینه اول گفته 2 کلسیم سلفیت آبدار. گزینه 2 کلسیم سلفیت 2 آبه. گزینه 3 کلسیم سلفیت باز 2 آبه. گزینه 4 کلسیم سلفیت آبدار که کدام درست هسته؟ آفرین، گزینه اول درست هسته. 2 باید مال کلسیم سلفیت باشه. سوال بعدی در صنعت شیشه از کدام اکساید ذیل استفاده میشه؟ گزینه 1 گفته همه درسته، البته ما چیزی رو نخوندیم تا الان. گزینه 2 کلسیم اکساید. گزینه 3 N2O3 و گزینه 4 NO2 یا نیتروژن دای اکساید. دوستان کدام گزینه میشه؟ بله این کلسیم اکساید میشه یا چونه زنده. خب امیدوار هستم که درس امروز با دقت گوش کرده باشین، خسته هم نشده باشین. شما را هر جا که هستین به خدا می سپارم، موفق باشین.